درود عرض میکنیم دوستان عزیز و ارجمند. برنامه گنجور است و در برنامه امروزه ما به گنجور دردانه های فرهنگی کهن تاجیک دست خواهیم زد که این فلک است و در این برنامه از راز و اسرار فلک خواهیم گفت. برنامه ما را آغاز بخشیدند با یک نوای دلنشین با راز فلک هنرمندان انسمبل فلک شهر کلاب که من به ایشان سپاس میگویم و در برنامه امروزه ما را پروفسور ظفر میرزاییان هم رحم میکنند که در این سمت تحقیقات خیلی زیاد بردند و یکی از دانندگان علمی فلک امروزه ما هستند که تاریخ این فلک را تحقیق برده و در مقاله های خود درباره این ژانر زیاد گفتند. استاد عزیز تشکر میکنیم که دعوت ما را قبول کردید و ما در یک خانه بسیار تبرک نشستیم در خانه استاد سیدعلی ولیدزاده که این خانه قدمجوی شخصیت های معروف کشور بود. سرجم شدن ما در این خانه در این بزم این است که از راه و اسرار فلک گفته باشیم، از آن ناگفته هایی که تا هنوز در گنجینه در همین گنجوری دردانه های فرهنگی ما نهفته است. خب بفرمایید استاد و من میخواستم بدانم که همین ناله فلک، همین اسرار فلک چیها نهفته است؟ نخست بسیار سپاس که مرا دعوت کردید. برای من افتخار است که در این موضوع خیلی هم گرامی مردم تاجیک سخنرانی کنم. و طور شما فرمودید من یک سلسله مقاله های هم چاپ کردم. حتی در یکی از مقاله هایم نوشته بودم که فلک را باید مقام کلاسیکی داد و در آنجا گفتم که اگر یک بال موسیقی کلاسیکی ما 6 مقام باشد، بال دیگرش فلک است. و همه میدانند که مردم سرزمین ختلان کلاب با همین وطن پروریشون نام گرفته بودند. خصوصا از آن که در ادبیات تاجیک و فارس اولین سرودی که آفریده شده است، یکی از اولین سرودهایی که آفریده شده است همون از ختلان آمدیه برو تباه آمدیه آوار باز آمدیه خشنگ نزار آمدیه. این همان قصه است که وقتی که لشکری عرب حمله کرد و همه را ضبط کرد گرفت، وقتی با ختلان رو نتوانست ضبط کرده، وقتی عقیب نشسته به بلخ میرفت، مردم بلخ همین سرود را گفتند. و فلک ما نیز، فلکی که ما میگیم، این پیش از همه عقیده ها ترانه های وطن پرستی دارد و ما از تفلی روحیه محافظت کارانه دارد. بله، در پشت آبهای پرتلاطم، در پشت صخره‌های کوهی مرمری حتی جای گرفتن تا که اولاد خود نگه بدارند، فرزندان خود را نگه بدارند، نگذارند که بیگانگان چیرمن شوند به فرهنگ آنها. و در آنجا وقتی که ما طفل بودیم، کودک بودیم، گوش میکردیم، موسیفیدا وقتی که فلک میسرودند، سرخباری ترانهشون از همین دو بیتی بود که ما 4 برادریم یک بابای پیر، هر 4 کمان داریم یک خلطه‌ای تیر، در کوه در آب شناوریم در کوه نخجیر، در جنگ دلاوریم و در مرگ اسیر. یعنی ما را تنها پس از مرگ میتوانند اسیر بگیرند، ما همچون دیوار کوهی وطن خود را نگاه میداریم. خب بشود که همین فلک رو زمزمه بکنید برای ما. جا آوازخوانان معروف انسمبل فلک شهر کلاب هستند که همین دردانه های قدیمه فرهنگی ما رو حفظ میکنند و از نسل به نسل انتقال میتیند و من باور دارم که همین فلک رو، همین دو بیتی هایی رو که شما در بالا ذکر کردید همگی بلد هستند.
یک بابای تیره در آب شناوره در کونخ چیره در جنگ زورآوره اوه در مرگ اسیره در جنگ زورآوره در مرگ اسیر از آن روزی که گشتم بنده ناز و ادای تو، از آن روزی که گشتم بنده ناز و ادای تو، قدم به جا نماندم از ره مهر و وفای تو، قدم به جا نماندم از ره مهر و وفای تو، نبودم ساعت آزاد از دام گرفتاری، نبودم ساعت آزاد از دام گرفتاری، هر جایی که رفتم من سرم بودی هوای تو، هر جایی که رفتم من سرم بودی هوای تو. مبادا ساعت کیا تشیر قلبم شود خاموش، مبادا ساعت کیا تشیر قلبم شود خاموش، الها بیشتر گردد و من جبر و جفای تو، الها بیشتر گردد و من جبر و جفای تو. کی می‌داند که تو به من چه
تشکر زیاد، آفرین. خسته نباشید. چون که ما در آغاز همین ترانه دیدیم با یک ریزی خیلی زیبا بود و این یک واقعیت تاریخی مردمی ما بود که در همین دو بیتی چقدر جسارت، چقدر متانت، چقدر توانایی و چقدر سرسپردگی مردمی ما نهفته است و این یک راز تاریخی است که ما در طول تاریخ همین گونه مردان هستیم که تا اگر جانی ما را نگیرد ما اسیر نخواهیم شد و واقعا همین جانیساری، همین سینه سپر کردن بود که امروز همین فرهنگ، همین گنجینه در گنجوری فرهنگ ما همچون یک دردانه باقی ماند. بله. و من میخواستم از همین ارتباط مردم، از همین نزدیکی مردم منطقه کلاب وابسته به همین ژانر بدانم که چقدر اینا دلباخته و مبتلا و شیفته همین ژانر موسیقی هستند. فلک خوانی در بیشتر طوری که دوستان میدونن در سابق بیشتر نیمه شب ها میخواندن، یعنی یک پاس شب وقتی که مثلا مهمان می آمد یا که مثلا در همین خانه ای که ما و شما حضور داریم بسیار زیاد می آمدن شاعران، نویسندگان، ادیبان تاجیکستان حجره بزم میکردن. حجره بزم چی است استاد؟ چگونه؟ یعنی که یک تعداد مثلا محدود آدما یکی مهمان که می آمدند عادتا مردم کلاب یک رسمی بود که همسایه ها را همه را خبر میکردن که ما مهمان داریم و همسایه ها دیگر کدامش یک کلچه با خود گرفته، یک کاسه شیر یا میدونن یک آتله یک چیز دیگه گرفته آمدن می آمدن میشتن و حتما یک خواننده رو دعوت میکردن و سرود گوش میکردن، لذت میبردن. این رسم و رسوم مردمی کلاب هستند. واقعا یک فرهنگ بی‌بها هست که مثلا مردم اینقدر دلباخته و شیفته فرهنگ هستند و همین فرهنگ، همین مثلا موسیقی قدیمی ما با گذشت وقت هیچ وقت از بین نرفت، چون در رگ و پیوند و جسم و جان مردمی نهفته بود. نمیشد که مثلا ناخن را از پوست، از گوشت جدا کرد. مثل همین ناخن و گوشت هستند این فرهنگی، مثلا خاصتا همین فلکی که در منطقه کلاب است. یعنی فلکی است که راز و نیاز زیاده در آن نهفته است، ولی تا هنوز یک نقطه داغین است که تا هنوز همون نقطه های مهم، گره های مهمی همین ژانر باز نشده است. تا هنوز تحقیقات عمیق میخواهد که متخصصان باید همین گیره ها رو باز کنند و برای مردم فلسفه و رازی همین ژانر را گفته باشند. این مردم همون نقش و نگاری که دارند اینا حفظ کرده آمدند، اسبابای موسیقی را نگاه داشته تا امروز آمدند و ترانه هاشون رو بگذار چقدر اگر جهانی شوی هم شود اینا عوض نمی کنند و همین از بابایان چیزی با میراث گرفته رو تا هنوز هم نگاه می دارند. و نکته دیگر این است که وقتی که ما فلک میگوییم، البته فلک ها تقریبا در تمام تاجیکستان یک چیزند، اما بعضا ویژگی هایی دارند که از این ویژگی ها تفاوت دارند. مثل مردم مسچا و فلغر وقتی که میخوانند همون فلک است، لیکن کمی دیگرگونی ها دارد. یا مردم بدخشان هم فلک سرایی دارند که بسیار مانند است به فلک سرایی مردم کلاب، اما به خود باز تراوش های دیگر دارد. لیکن به طریق عمده یکی از موضوعهای اساسی موضوع وطن است، حفظ کردن وطن است، همون چیزی که امروز برای ما بسیار لازم است. من فکر میکنم وقتی که مرادمد عزیز را میشنود، جوانان میشنوند، یک حس وطنداری، وطن پرستی بازم زنده میشود. و بجز از این موضوع دیگری فلک ما موضوعی همون دیار زیبا منظر ما است، کوه و پشته و طبیعت زیبای ما است، آبشاران مردم است. بعد از زمان استقلال مردم تاجیک بیشتر به همون ارزش‌های ملی و گنجینه‌های فرهنگی خود را آوردند و امروز در تمام منطقه‌های تاجیکستان انسمبل‌های فلک فعالیت می‌کنند و همچنین در مکتب‌های موسیقی خاصه درس‌های فلک داده می‌شود. یعنی نفرانی که می‌خواهند همین ژانر را اساس کنند می‌توانند در نزد شخصیت‌های حرفه‌ای رفته است همین نازکی‌های همین صنعت را از خود نمایند. یعنی به طور فراخ امروز
فرهنگ و مدنیت و همین گنجینه های بهبهای فرهنگ حفظ می شوند، آموخته می شوند و به نسل های مین بعده در شکل درست و در شکل اصل انتقال می یابند که این خیلی مهم است. بله من یک چیز رو اضافه کردنیم که ما باید حتما نامشان را به اینجا باز آوریم که در سالهای اخیر پژوهشگران بسان معلمه فراغت عزیزی، جانبک اسراریان بسیار کارهای خوب درباره فلک کردن و بعضی از نکته ها، بعضی از جلوه های فلک را آنها دریافتند و شیوه خواندن مثلا مرادمت بسیار جالب و عجیب است. از خواندنی های استاد آدینه هاشمی زنده‌یاد تفاوت دارد به هر حال. و باعث افتخار است که فلک رو بر روی خط غیر مادی یونسکو وارد گردانید. ما می توانیم این رو یکی از گنجینه های بهبهای فرهنگ جهانی نیز بگوییم و دیگر می توانیم که در عرصه بین المللی از منبرهای بلند فلک سرایی کنیم. اصلا میگویم که امروز جوانان نیز به همین جنبه موسیقی رو می آورند. آنها نیز تلاش میکنند که همین فرهنگی گذشته ما حفظ شود و آنها نیز موظف هستند که به نقص همین گنجینه را حفظ کنند و به نسل‌های من بعده انتقال بدهند. بله. و خب باز در همون گنجوری به بهای فرهنگی شما چگونه فلک نهفته است که پیشنهاد بیننده ما میگردانید؟ من فخرالدین شکورov میباشم. من در سالهای جوانی سال 55 یک مرتبه آدینه هاشیموف، پدر آدینه هاشیموف و پدر خودم به شهر دوشنبه دعوت میکردن. رفتیم در اونجا برآمد کردیم. سال 55 یک مرتبه سزاوار گراماتای وزارت مدنیت ریسپوبلیکای تاجیکستان گردیدم. از همون سال همین شوق سرودخوانی در دل من جوش زد. پدر من حافظ بود. و عجیب این بود که اون سالها در هیچ مکتب خاصی تحصیل نمی‌کردند. یعنی این در وجود و تینت آنها بود و آموزگار روی آنها مردم بودن، نه از مردم این میگرفتن. پیرمردان اون وقت چگونه فلک میخوندن؟ چی فلک ها بود، چی روبایه ها بود؟ دوره به نهایت زور بود. همین ولی میگن محفل میگه هجره میگفتن. هجره همین میمونخانه میمونخانه کلان دا بعد همین یک میمون میومد همه جمع میشید بعد میرفتن همون مسافرها فلک خانه بسیار بودن. بابای سید علی بود جدر خیلی بودن، بابای مدامین بود، بابای عبدالحمید بود. بعد جمع میشیدن بعد هم میخوندن، همین نوبت به نوبت فلک میخوندن، قصه میخوندن. چه خیلی قصه ها بود؟ خودتون هست؟ هست قصه ها هست. فصل بهار سبز و باران غنیمتای ای اور بیوی صحبت جان و غنیمتای یاره دیده هجرانه هیچان غنیمتای جانه با عاشقان غریب و بینوا مستمند این 5 روز دوران بر همه غنیمتای جانه 5 روز دوران بر همه غنیمتای
حافظان یک بچه خوش خواندیدم خوب رو شیرین زبان شکر افشان دیدم راست گویم اندلی به در گلستان دیدم اهل مجلس رو به پیشش دیده گریان دیدم صاحبان رو سربازان رو دیدن نالان دیدم هر کی پیش اون شدند ناله و افغان کند سیل خونین از چشم خیشتن ریزون کند حیرت افزای سری انگشت با دندان کند در فروق صحبتی و خانهش ویران کند صاحبان رو سربازان رو دیدن آلان دیدم مست میگردد اگر گیرد به دست خود تور در تکلم میشکفد چون لاله در فصل بهار از تو فرزند یک صاحب تمیزی نامدار کس ندیدت این چنین در این جهانی به مدار بلبل مست من در باغ و بستان دیدم نیست تو قدگر بگویم و سیاه صاحب کمال عرض چشمان از سیاه ابرهاش مثلی هلال قامتش رو چون علیو گویم یا سری نهال این چنین قدرت نمای دیدم از این جلال همچه یولد غیر رو در باغ ریزوان دیدم بشنود آوازی او رو کس خریب یازی دور مرده 100 ساله می خواهد برارد سرزگور همت شاعر رسول بندی حی غفور در جریدن نامی او رو دیم عبدالشکور این غنی رو در دعاگوی کشیغان دیدم این غنی رو در دعاگوی کشیغان دیدم آفرین. واقعا آوازخوانان آنقدر محبوب بودند که در وسطشان این گونه شعرهای والا و شیرین میگفتند. بله. و زیاد محبوب بودند در اون وقتا. شما چی یاد دارید استاد از جوانیتون، از دوره‌ای که خرد بودید و چگونه فلک‌ها بودند و چگونه فضاها برپا کرده میشد؟ من همین قدر یاد دارم که شادروان حکیم محمود تیز تیز خانه ما وطن پدریشون تلبر بود مهمان میشدند و همین دیگر نمیدونم ساعت 1 شب میشد 2 شب میشد. اون وقتا این چراغ الکتریکی نبود، چراغ گریان کرده گوش میکردن و همسایه ها نزدیک آمده از سر دیوار همین ترانه دیتار نوازی حکیم محمود تماشا میکردن گوش میکردن. همین قدر بسیار مردم ما اصلا به هنر اینقدر شوق و هوس دارد که همین وقتی که به یگان قشلاق دسته هوسکاران به اصطلاح که برای نمایش هنری می رفتند و یک جامه و یک کلتچه کهنه را به کراسین تر کرده در بین میگذاشتند و رقص ترانه گوشکنی تا نصف شب دوام میکرد. تمام مردم ده جمع شدند. جمع شد، تمام مردم ده جمع شد. دلباختگی داشتن، بله، چقدر دوست داشتن. واقعا. بله. و همین مثلا دلباختگی و همین محبت به فرهنگ بود که تا امروز این گنجینه حفظ شد و بر ما میراث ماند. بله. امروز بله. باز هم در یک شکل خیلی زیبا این را بازخوانی میکنند و پیشنهادی بله. مردم میگردند. ببینید قسمتی اولش اگر که قسمتی وطن در موضوع وطن پروری باشد، در موضوع طبیعت باشد، قسمت دویمش
دیگر برعکس میآورد مردم مثل همین برین برعکس میآورد. چقدر توصیف شاعر جوان توصیف دختر دوشیزه تاجیک چقدر زیبا تصویر کرده است در این شعرش. واقعا و چقدر همین پدر شما رو نیز توصیف جالب کردن که با خواندن و با صدا و با اجرای زیبایشان که مردم را به وجد آوردن. این شاعر خیلی به مورد این را قصه کرده است. و باز چی خاطره های جالب از پدر دارید؟ پدر ما 3 عصر دید. خب 107 سالگی در از دنیا برگشت. پدر من بسیار حافظی خوب بود. همش میدون من همی بچه انا گلچهره صدیق من برادر همش میدونن که پدر من چخیل حافظ بود. به نهایت حافظی زور بود. به حد حافظی خوب بود. من همه چیز از پدرم آموختم. همین سرودخوانی را، غزلخوانی را، همه چیز از پدرم. من با یگان لهجه یگان حافظه میخونم. لهجه پدرم خط میخونم. و هر آوازخوان لهجه خاص خود را دارد دوستان. هر کس شیوه خودش را دارد. مثلا شیوه شادروان استاد آدینه هاشم هیچ کس نمیتواند تکرار کردن. بسیار نزدیکانش باشد نمیتواند. این ناتکرار است. طرز خواندن من ببینید هر گونه میبیند، لیکن آدینه هاشم و همچنان احمد ظاهری حافظی داره. من میبینم که این آوازشون لحنشون از سینه بیرون میبراید، نه از حنجره بلکه از اینجا بیرون میبراید. و واقعا در یک نشست، در یک صحبت، در یک محفل نمیشود که تمام این گنجینه را بازگو کرد و فقط یک قطره از بحر است این صحبتی ما. یک سر زدیم و فراغت کردیم و اطرافی فلک یادآوری شدیم و باشد که باز هم یک سفره دیگر بیارایم در زمان دیگر و اطرافی پهلوهای دیگر، اطرافی پهلوهای باز نشده ژانر فلک صحبت دیگر بیاریم و این همه آوازخوانان محبوب شهر کلاب را سرجم کنیم. و دوستان عزیز همینجا به انتهای برنامه امروزه گنجور رسیدیم. ما در برنامه امروزه دردانه های بی‌بهای فلک بسیار آوازدار مردمی تاجیک را باز کردیم و در انتها باز هم یک ترانه دلنشین ژانر فلک پیشنهادی ما و شما می‌گردد. مرحمت. برخیز دیلا که چنگ بر چنگ زنیم، مینوش کنیم نام بر ننگ زنیم. سجاده به یک پیاله می بفروشم، این شیشه این نام و ننگ بر سنگ زنم. تاجیک منم سی تاجیکستان روم، زی کشوری سبزی مثل بوستان روم، جان از بندی منو بستی منو هستی منه.
کفی جا نروم یه تا جا نرود من زی کفی جا نروم دیگهی مستی تو خونی دیلی با خورد تیغی بداری تو از دستی اجل خورد تیغی بداری تو از دستی اجل خورد در جهان گم شده مهری پدر و فرزندی در جهان گم شده مهری پدر و فرزندی ورنه رستم بچی بایی سری سراب خورد ورنه رستم بچی بایی سری سراب خورد حتی می سری مسون برآورد مدون حتی می سری مسون برآورد مدون آن کس کی همه عمر می نام خورد وای آن کس کی همه عمر می نام خورد
سعیدا پیچشی آزون برا روزی چی روز سعیدا پیچشی آزون برا روزی چی روز موی و شعله‌ای آتش و فیتن تاب خورد موی و شعله‌ای آتش و فیتن تاب خورد ورنه روستم و چی بایی سری